عثمان گل از امور جاری کرده بابا دلا شده و شطور سواری کرده نازه نفست آن مرغ سعادت که زبالش بگریخت بر روی سرش خرابکاری کرده محبوب نه که سب کن میرم بر روی سرش هر کاری دوست داشتی کردی با مرغ سعادت محبوب هم میکنی خجالت بکش من هیچی بهت نمیگم با عضو این کارا رو کردی تو هم همجوری دور برداشتی میذارم واسه آخر برنامه با هم حساب میکنی آیه دکتر صحبت های حاجی روحانی چی بود سر مجلس اول که اینقدر تو نظام دردسر درست کرده این که خودش اطلاعاتی بوده عقلش نمیرسه که نباید اسم از اونایی بیاره که میاره همیشه موقع انتخابات همیه فرو میاد که قیمتشو ببره بالا اون دفعه گفت 38 سال اعدام و این حرفا این دفعه هم این قضیه رو داره میگه یعنی عظما رو میترسونه مگه اون بدبخت کم چیزی برای ترسیدن داره دکتر آره دیگه حالا بذار همینطوری سربسته بمونه زیاد بازش نکن یعنی دیگه اسم نرم از اون براندازه و قیام و کن زبون بگی به دهنت دیگه ناکس اون که خودش غلط کرده بشو گفت تو دیگه ول کن ما مثلا میخواستیم سربسته برگزار کنیم یه ترس میگم و تموم مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفرمودن طرف رفت سلمونی محله شو سلمونی وسط کار پرسید حال شریکت چطوره طرف گفت بد نیست خوبه بعد 2 دقیقه دوباره پرسید خب گفتی حال شریکت خوبه بعد 2 دقیقه دیگه دوباره همینو پرسید طرف شاکی شد گفت چقدر حال شریک منو میپرسی تو که میدونی من باش دعوا دارم سلمونی گفتش که اتفاقا به خاطر همین هر وقت اسمشو میارم موهات سیخ میشه راحت‌تر میتونم کوتاه کنم روشن شد یا بفرستم سراغ شریک موسیقی دکتر حاجی روحانی یه طوری از وضعیت اقتصادی روبروش صحبت کرده که من فکر کردم رفته رئیس جمهور یک کشور دیگه شده این فکر آبروشو نمیکنه کدوم آبرو بابا پاک باخته از حیوانکی این حرفا که سر بهبود وضعیت اقتصادی میزنه کسی باور میکنه دکتر اون که این حرفا رو نمیزنه که کسی باور کنه که مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که طرف تو مهمونی میخواست افه بیاد از قبل چند نفر رو کاشته بود که بگن این صداش عالیه و خواهش کنن که بخونه اینا با کلی جست و تاقچه بالا رفت رو سن میکروفون رو گرفت شروع کرد به خوندن که کوه ها میذارم رو دوشم تا اینو گفت یهو مادر بزرگش تو جمعیت گفت غلط کرده شکر خورده این تخت منو میخواد جابجا بکنه 6 دفعه زیرش مون روشن شد یا بفرستم رو سن آواز بخونی دکتر عظما هم این هفته صحبت کرد متاسفانه از ریزش توی سپاه گفت یه جا هم که اومد درستش بکنه گفت به نظرم کنار این ریزش ها یه رویشی هم هست اینطوری بیشتر لو داد که اوضاع داغونه یعنی از ریزش سپاه رمزگذاری کرد آره قبلش میشد یه طوری سنبالش کرد الان دیگه قشنگ معلوم شد که اصل حرف چیه مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که پیرزنه تای اتوبوس گفت نینای نانای نینای نای همه تعجب کردن نگاه کردن چه خبره دوباره بلندتر گفت بابا نینای نانای نینای نای شروع کردن ملت براش دم گرفتن و بشکن زدن و همراهی کردن آخرش دندون مصنوعیاشو از تو کیفش در آورد گذاشت تو دهنش گفت بابا نیاوران نیگر دار دکتر روشن شد یا بفرستم تو اتوبوس نیاوران دکتر ولی برای ریزش نکردن دکتر نظام فکری بکری داره مثل عملیات حرفه‌ای هوشمندانه و چند وجهی با بکارگیری روش‌های نوین و شگفت‌های اطلاعاتی دستگیری سلطان شبکه مجازی رو میگم سلطان سکه و ارزم که گرفته بودیم سلطان شکرم که روی سکوی پرواز به طرف ارتحاله این سلطان هم که با اطلاعات فراپیچیده سپاه با عملیات آرنولدی جیمز باندی دستگیر شد دکتر اون کلاج بگی که اینقدر قیش نکنه حرفات دکتر همه به اندازه کافی تو سر نظام میزنن به خاطر این هیاهو شما دیگه نزنید آخه زایه هست من چه کار بکنم همچی میگی که انگار ژنرال لشکر دشمن رو گرفتیم
زیادی که گندش کنی همه میگن پس چرا 2 تا از این اختلاسچی‌ها رو با عملیات حرفه‌ای هوشمندانه چند وجهی نمیگیری؟ قرار بود ریزش‌های نظام زهر چشم بگیریم. زیادی که جدی بگیری صحنه‌سازی رو سر کله خودمون خراب میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پسر کارنامه‌اش خیلی ضایع بود، تو خیابون به یکی پول داد که به جای باباش بیاد مدرسه کارنامه رو براش بگیره. طرف کارنامه رو که گرفت جدی گرفته بود دیگه، یهو جلو مدیر و ناظم زارت خوابون تو گوش پسره که این چه وضع درس خوندنه. پسرم با لغت زد تو ساق پای یارو، گفت به تو چه مربوطه؟ وقتی که ناظم و مدیر کف کرده بودن که اینا دیگه کیان. یارو کمربند و در آورد تو حیاط مدرسه دنبال پسره، حالا ندو کی بدو. روشن شد یا بفرستم دنبال عملیات چند وجهی؟ آی دکتر، همه تو نظام میگن اگه بفهمیم نفتکشمون رو کی زده اله میکنیم و بله میکنیم و پدرش در میاریم. نمیشه با یه عملیات چند وجهی هوشمندانه ته قضیه رو در بیاریم که کاری کیه؟ بده اگه بگیم نمیدونیم از کجا خوردیم. آیه دکتر، یه جایی باید این زیپ دهن رو کشید، هیچی نگفت، هر چه لغت بخوری باید دم بر نیاری. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن 3 تا مشنگ رفتن دزدی انبار، صاحب انبار سر رسید، اینا قایم شدن، یکی رفت تو گونی آهن پاره ها، صاحب انبار یک لغت زد به گونیه، طرف صدای آهن در آورد، گفت دیرینگ. دومی رفته بود تو گونی کاغذ باطله ها، طرف یک لغت زد به همین گونیه، اینم صدای کاغذ در آورد، گفت خش خش. سومی پرید تو گونی آرد، صاحب انبار هی لغت میزد، اینم خفقون گرفته بود، اینم ولکن نبود و لغت‌ها رو میزد، آخرش از تو گونی داد زد آخه مشنگ من آردم، آرد که صدا نداره. روشن شد یا بفرستم دنبال گونی با عملیات چند وجهی؟ آی دکتر، ولی بعضیا به اندازه اونم شعور ندارن، لغت نخورده پریدن بیرون و حرف میزنن. این شمخانی شوت راجع به نفیش صحبت کرده، بعد لو داده که 2 تا دیگه هم بودن که ما صداشو در نیاوردیم. این شبخانی برنامه تو رو نگاه میکنه؟ متاسفانه بله. یعنی الان من هر چی که بگم این مشنگ میشنوه؟ بله میشنوه. نگاه کن، شوت سنگینه پشت 18 قدم، شعور دوزاره، ولی خب تو چون خیلی بیشوری همینجوری مفتی برده ببر. آیا دکتر درسته که این خیلی بیشوره، ولی بالاخره دبیر شورای عالی امنیت ملیه. شما که بیشوریشو تابلو میکنین به مقام عظما داری ضربه میزنی. ناکس، تو دیگه نمیخواد بگی. تو اول برنامه با مرغ سعادت تو کله خود مقام